سلام همراه من باشین توی این ولاگ تا با هم دیگه این ترشی کلم خوش رنگ و لعاب و خوشمزه و آسون رو درست کنیم. من اومدم خونه مامانم اینا از صبح زود. اینجا صبحونه خوردیم جاتون خالی. الانم میخوایم با مامانم دوتایی با هم دیگه ترشی درست کنیم، ترشی کلم و ترشی لبو. حالا با من همراه باشید، مراحلش رو برای شما میذارم، خیلی خوشمزه میشه، خیلی هم راحت. خب اول از همه من رفتم اینجا کلم بنفش خریدم، منتاش کلماش خیلی کوچولو بود. حالا عیب نداره، با همینا کارمون راه میفته دیگه. نداشت همین چند تا کلم کوچیکو داشت دیگه. انارم گرفتم، انار خیلی نمیخواد. سیرم همینجور، سیرم خیلی نمیخواد. حالا برم تو کارش اینا درست کنم، بشورم. اول از همه من کلم‌ها رو یه دور تمیز کردم. این قسمت‌های خشکش و خرابش رو جدا می‌کنیم. توی مرحله کلم‌هامون رو یه دور میشوریم که گرد و غبار سطح رویی کلم‌ها تمیز بشه که آماده بشه برای خورد کردن. بعد از اینکه شستیم و خورد کردیم مجدد یه بار دیگه اساسی شسته میشه. فقط اینجا قصدمون اینه که گرد و غبارها و کثیفی‌های سطح رویی کلممون تمیز بشه. اینجا دیگه با مامانم نشستیم تا بقیه کارهای ترشی رو، خورد کردنشون و اناردون کردن رو با هم انجام بدیم. خب مامانم انار رو دون میکنه، منم میخوام کلم‌ها رو خورد کنم. سایز کلمامون متوسط باشه بهتره، نه خیلی درشت باشه نه خیلی ریز. من کلم‌ها رو خورد کردم، مامانم انارا رو دون کرد. سیرم پوست بگیریم و بعد برم اینا رو بشورم، اونا رو هم بشورم. و اینم چغندر لبویی، تا حالا این مدلی ندیده بودم، همیشه از این کوچولو گردا دیده بودم، بابام خریده. اینا رو هم بشوریم. هم میخوام ترشی لبو یه مدل دیگه باش درست کنیم، هم یه مقدارش رو رنده کنیم ترشی کلم خوشمزه میشه، ملس میشه. لبوها رو پوستشون رو میگیرم، اینقدر قرمزه که دیگه من دستکش پوشیدم. میشورم، بعد چند قاچش میکنم میذارم تو قابلمه کم بپزه. چون این لبوه خیلی بزرگ بود و سفت بود، من مجبور شدم دیگه تخته بیارم، مگر نه دستم میبرید. اینجوری اینا رو قاچ میکنم، میذارم داخل قابلمه با یه مقدار آب بپزه. یه مقدار نرم شد دیگه میایم رندش میکنم. اینا رو حالا میذارم با یه مقدار آب بپزه. مامانم شیرینی خامه‌ای خریده وسط کار، جاتون خالی تا لبوها میپزه بشینم اینجا بخورم. آخیش خب این انارای خوشگل ببریم که بشوریم. انار، اینه کلم‌ها رو شستم تمیز شد، انارا هم شستم. انار رو وقتی یه ذره خیس میکنی بعد آب پیش میکنی این پره‌های سفید بین انار میاد روی آب، خیلی راحت و تمیز شسته میشه. خب کلم‌ها رو شستیم، میذاریم حسابی آبشون بره و خشک بشن. حتی میتونید روی یه پارچه تمیز پهن کنید که هیچ آب اضافه‌ای نداشته باشن. بعدش یه مقدار نمک لابلای کلم‌ها میریزیم و حسابی چنگ میذاریم. این کار باعث میشه که کلم چون خامه اونجوری حالت پخته بودن بده، از خامی در بیاد. بعد من توی آبکش این کارو میکنم، توی آبکش میذارم بمونه که آبش خارج بشه ازش راحت. اون آب رو نیازی بهش نداریم. نکنید این سبکی
5 دقیقه حدودا اینجوری چنگش میزنیم با نمک و بعد اینکه چنگ زدیم میذاریم یه ساعت بمونه. خب نگاه کنید من 5 دقیقه حدودا کمتر ذره حسابی چنگش زدم با نمک، میذاریم بمونه. اینو کمتر از یه ساعت گذاشتم موند، ولی نگاه کنید وقتی این آب بنفش ازش خارج میشه دیگه آماده است و این آبم نیاز نداره، میریزیم دور. این سمتم لبوها رو گذاشتیم پخت، حالا میذاریم خنک بشه که رنده کنیم. بعدا این آبش هم نگه میداریم چون خوش رنگه، میریزیم با سرکه داخل ترشی حیفه. خب بعد از اینکه لبوها پخت و یه مقدار خنک شد میاریم با رنده درشت همه رو رنده میزنیم. حتما رنده‌تون درشت باشه، رنده ریز اصلا نباشه. این کلممون بعد از گذشته 1 ساعت که چنگش زدیم، نگاه کنین این آبشو، اینو دیگه نمیخوام، این آبو میریزیم دور. موقعی که میخوایم حالا داخل شیشه بریزیم مجدد فشار میدیم اینجوری آب اضافهش خارج بشه. حالا من دستکش ندارم، هر خواستم انجام بدم دوباره دستکش میپوشم. رنده اینا رو بزنم، تموم شد دیگه، همه رو آوردم اینجا چیدم که دیگه مخلوط کنیم بریزیم داخل شیشه. کلممون رو میریزیم، آبش حسابی گرفتم با دست. خب این از کلم. انارش زیاده چون برای اون یکی ترشی هم میخوام. لبو، فعلا مخلوط میکنیم ببینیم چقدر اندازه ها. میذارید دیگه انار، خب حالا با همون آبی که انارا رو باهاش پختیم چون خوش رنگه دیگه آب جوشیده نمیاریم، همون آب لبوها رو استفاده میکنیم. داخلش سرکه قرمز میریزیم، سرکه قرمز بهتره دیگه. شکر و نمک هم میشه داخلش ریخ، ولی من نمک چون توی کلم‌ها ریختم نمیریزم. شکرم به جاش میخوایم نبات استفاده کنیم، بهتره، هم گرمتره هم پرخاصیت تره. طعم سرکه‌شو میچشیم، هر وقت که اندازه بود و دیگه باب میل و سلیقمون بود از این آب سرکه و لبو میریزیم تا روی سطح شیشه ها کامل بیاد بالا و سطح کلم و ترشی رو کامل بگیره. بعد به هر کدوم یه تیکه نبات اضافه میکنیم، میتونید هم اضافه نکنید ولی خب حالا ملس‌تر میشه. به هر کدوم سیر درسته هم اضافه میکنیم و آبشو مجدد چک میکنیم، درشون رو میبندیم. بعد از اینکه در شیشه ها رو بستین بهتره اونا رو برعکس بذارین که هوای داخلش تخلیه بشه و یه حالتی مثل پلمپ میشه. خب حالا میریم سراغ ترشی دوم که ترشی لبوه. با بقیه لبوهایی که پختیم و رنده کردیم و سیب و به رنده شده، مامان یه مقدار هویجم رنده کرد و انار و همون نبات و سیر و همون آب لبو و سرکه میریزیم، حسابی مخلوط میکنیم تا یه دست بشه. این هم ترشی دوممونه که یه طعم ملس و ترش و شیرین داره، خیلی خوشمزه میشه. حالا تو هر کدوم از این ترشی‌ها، چه نوع اول چه این نوع دوم، میتونید یه مقدار گلپرم اضافه کنید که حالا ما نریختیم. بعد اینکه حسابی مخلوط کردیم
داخل شیشه ها پر میکنیم. اون شیشه ها هم مجدد درشو که بستیم برمیگردونیم و برعکس میذاریم که هوای داخل شیشه ها خارج بشه و یه حالتی انگار پلم میشه. هر دو مدل ترشی رو بعد از 2 روز میشه مصرفشون کرد، ولی بعد از 1 هفته دیگه حسابی و اساسی جا میفته و خیلی خوشمزه تر میشه. اینم همون مدلی که گفتم، بعد اینکه در شیشه رو بستین برش گردونین، یه چند ساعت بذارین تو این حالت بمونه. خیلی این حالت توی خروج و تخلیه هوا از داخل شیشه ها تاثیر داره. من برای کمپوت و هر چیزی که درست میکنم داخل شیشه میریزم همیشه برش میگردونم، چند ساعت میذارم بمونه. خب اینجا هم بعد از 2 روز که خونه خودمون شیشه رو در آوردم از یخچال و اومدم چکش کنم ببینم ترشیمون در چه حاله و چه جوری شده. این شیشه هایی که درشون فلزی و داخلی یخچال میذارین دیدین که درش سخت باز میشه. حالا ما برعکس هم گذاشتیم پلم شده. میتونید یا زیر آب گرم بگیرید یا مثل من با یه چاقوی دست قاشق یه مقدار زیر در بکشین تا راحت باز بشه. هوا خارج میشه و راحت باز میشه. اینم نتیجه ترشی کلم قرمز که هم خیلی آسونه، هم خوشمزه و خوش رنگ العاب. شما فقط رنگو ببینید. به به به. این ترشی برای دورچین انواع غذاها یه گزینه مناسبه. همینطوری هم میتونید کنار هر غذایی بیارین و سروش کنین. امیدوارم درستش کنید و خوشتون بیاد و لذت ببرید از طعم خوبش. حتما یه سر به کانالم بزن، بقیه ولاگا و کلیپا من ببین. اگه دوست داشتی سابسکرایب کن و زنگوله رو روشن کن که بقیه ویدیوهامو از دست ندی. خوشحال میشم با لایک و کامنتتون از این ویدیوم حمایت کنید. ممنون.